باید تو آتیشش بزنم. دختری که تو این سن و سال اینقدر سر به هوا باشه فردا پس فردا باید تو خیابونا جمعش کنیم. این دختر آبرومو برده. تموم بدنش سیاه و کبود شده. این بچه مریضه، باید به فکر دوا درمونش باشیم. آره. با کدوم کار؟ با کدوم پول؟ اینجوری که دختر نابود میشه. تا کی بره تیغ بخره بکشه به صورتش؟ تقصیر خودش نیست که. من هی میگم نره، تو میگی بدوش. این کف دستمو داره بکن. من نمیدونم. تا آبرومون تو محل نرفته و کسی نفهمیده باید یه کاری کنیم. شوهرش میدم. شوهرش میدی؟ کی دختر مریضی که معلوم نیست دختر یا پسره رو میاد بگیره؟ شوهرش میدم. میگیرن.